200 تا شعر میدونم که 3000 مصرع را در بر میگیرد. از ادیبان کلاسیک برجسته معاصر و بچگانه 80 اثر خواندم. اینچنین مقدار زیادی تزگویک، ضرب المثل، چیستان ها، افسانه ها، لطیفه ها از بر نمودم. باز از ادیبان جهانی نیز خواندم. میخوایم یک شعر خوانی در وصف پیشوای ملت. شعر از مهمون بختی پیشوای ملت. با غیرت و با همت و دلسوز شمایید، احیاگری دولتی پیروز شمایید. در عرصه عالم همه دانند از این پس، اسماعیل سامانی امروز شمایید. ای سروری دانا، ای رهبری دانا، از یمن قدم ها شما مملکت آباد، پر نور و شفاعت هم آزاده و آزاد. بشکفته گلی بخت و سعادت به چنین روز، کشور همه سرسبز و دلی مردم ما شاد. ای سروری دانا، ای رهبری دانا. در احمد دیوبند یک سگ هست، خیبر سگ احمد. همین با احمد چی یاری میرساند؟ به احمد آه. وقتی که وی به گروبندی می رود و تگ مزارچه می رود، بابا به وی کردش رو می دهد. هیچ کس وی گرو رو می برد اما هیچ کس نمی دوند و می گویند که احمد دیوبند شده است. همراهش می رود، همراه احمد. همراه احمد یگان کس نمی رود، فقط سگش رو از خانه می گیرد که می گوید که در جنگل شغال بسیار هست. درست. لاله چینی. خوب، همین در آخری حکایه لاله چینی هاشم و کی یکی دیگرش؟ یوسف با یک خلاصی بسیار عجیب می آید. وقتی که آنها کلام می شوند بعد می فهمند که بزرگترین خرسندی برای آدم این به آدم نقص و خوردن بوده. پویسی بسیار عجیب است، تابستانه. بله. قاسم جان بچه بسیار به تو پسند است از روی خصلتش، یا اینکه حسن تو خوانده همین کتاب رو بچه خلاص آمده، کدامشون به جرأت؟ به فکر من هر دویشان. هر دوشان. کدامشون اندک ترسانچک؟ حسن. قاسم جان. برای چی؟ برای آنکه از عبداللطیف تقا می ترسید که بگوید به من پتینک خرید و میگوید اما وقتی پول گیری و میگوید که پولی مرا ندادید و همین طور ترسانچک است. یک صندوق داشت قاسم جان. چی داشت در درون صندوق؟ در درون صندوق و در آن کرته ایزار بود، جامه بود و کتاب. اما کتاب بوده، یعنی گنجی همون و قاسم جان کتاب بود. یک بار قاسم جان در بالای بام شعر میخواند، حسن یک شعر میخواند، این قاسم جان میگوید که پف همین هم شعر شد. کدام شعر رو میخواند قاسم حسن؟ وی میگوید که لیلی لپاچه ددام دهقانچه. درست است. انا چی من آشنای تو آشنای من. پسرک با کی آشنا می شود؟ پسرک با آفتاب آشنا می شود. وی دوست نداشت برای همین پدرش بگوید که با آفتاب آشنا شود. در حکایه شاعر در کودکستان کدام بازی می شود؟ برک می کنند. برک. کی غالب می آید؟ شما. من غالب می آیم. بعد همین در کدام حرف در می مانند؟ در حرف نی در می مانند. بعد یک شعر ایجاد می کنیم که بابای ما نریمان مهمان کودکستان. همین آب از کجا می آید؟ خوب، از کجا می آمده است همین آب؟ آب از استانسیه نسوسی آب براری می آید. خیرت در افسانه کرد. عاقبت کرد رو میپرتویند، زنگ میزند، نابود میشه و دو اینکه یک کرد خوب میشه. نه، یک دهقان میگیرد و آن کرد رو از زنگ و چنگ تازه میکند و با یک غلاف میخرد و به میانش بسته میماند. خب سخن سحرناک محبوب نعمت‌زاده کدام بوده است؟ یک کلمه. عذر پرسیدن، بخشش گفتن. درست. رحیم جلی زنگوله رو از کدام شهر میخرن؟ زنگوله رو از شهر پنجکین بخرن. و زنگوله چی بود؟ زنگوله زاغچه بود. زاغچه بود.
бобо барот ба куҷо меравад? бобо барот ба мактаби наберааш меравад. набераш меравад. ин ҳикояи дигари Раҳим Ҷалил аст. мактаб дар таххона. дар таххона чӣ дарс медоданд? дар таххона Собир ва Павел мактаб ташкил карда буданд. дар таххонаи модари Серёжа ки расм кашида буд барои алифбо? барои алифбо Собир алифбо месохт, расм мекашид. Павел ҳам ба вай ёрӣ мекард. ана муму муму асари Иван Сергеевич Тургенев ба ҳамин тақдири муму чӣ мешавад? мумуро ғарқ мекунад Герасим. ту медонӣ барои чӣ? барои он ки ашрофтан аз муму безор шуда буд ва албатта ки Герасим бепурсиш ба хонаи ашрофтан мумуро оварда буд. дуруст аст. каштанка чӣ аст? каштанка номи саг мебошад асари Антон Павлович Чехов. ин каштанка бо як чанд ҳайвони дигар ҳам буд. Иван Иванич номи зоғ, номи qoz qoz ва Фёдор Тимофеич номи гурбаи пир. ташаккур. ман мехоҳам аз Абу Абдуллоҳи Рудакӣ барои шумо як шеър қироат намоям. марҳамат кунед. تا جهان بود از سری آدم فراز کس نبود از راه دانش به نیاز مردمانی بخردند در هر زمان راه دانش را با هر گونه زبان گرد کردند و گرامی داشتند تا به سنگ اندر همه بنگاشتند دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بعد بر تن تو جوشن است. аз баҳористон шумо ҳикоятҳо медонед. بله. шумо ба пуррагӣ ин китобро хондед ё аз китоби дарсӣ ки از کتابی درسی نه از همون کتابی بهارستان бевосита худашро хондед? хуб, марҳамат. аз боби чандумаш метавонед ҳикоят гӯед? از باب ششم در مطایبات. марҳамат. قدری پدر شخصی از خانه بیرون آمد و به مرد دوچار شد. آن مرد رو به خانه‌اش برد و بسیار عزت و احترام کرد. آن شخص در حیرت ماند و گفت من تو رو نمیشناسم و به تو هرگز تکیه نکردم. سبب چنین احترام در چیست؟ آن مرد میگوید از سبب که تو با پدرم مانند هستی برای همین من تو رو عزت و اکرام کردم. هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست. جز به جان فرزند را پیوند نیست. حاصل از فرزند گردد کامی مرد. زنده با فرزند ماند نامی مرد. хуб, аз равзаи охир ки дар бораи ҳайвонот аст, بله. шумо метавонед ягон ҳикоят гӯед? بله. موره را دیدند با زورمندی کمر بسته و ملخی را 10 برابری خود برداشته. با تعجب گفتند این مور را ببینید که با آن ناتوانی باره را با این گرانی چون میکشد. مور چون این سخن بشنید بخندید و گفت مردان بار را با نیروی همت و بازوی حمیت کشند نه با قوت تن و ضخامت بدن. дар бораи каждум ҳаст боз ҳикоят کژدم سنگ پشت. کژدم زهر مزارت در نیش و تیری حواست در کش عزیمت سفر کرد. بر لب آب پهناوری برسید. خشک فرو ماند. نه پای گذاشتن بود و نه یارای بازگشتن. سنگ پشت این معنی را از وی مشاهده کرد. به وی ترحم نمود و به پشتش سوار کرد و رو به جانب دیگر نهاد. چون به میان آب رسیده بود به گوش وی صدای آمد که سنگ پشت که کژدم چیزی به پشت وی میزد. بعد سنگ پشت از کژدم پرسید که این چه صدا است که بر پشت من میزند. کژدم جواب داد که این صدای نیش من است که بر پشت تو میزنم. هرچند میدونم که بر آن کارگر نمیآید. байташро медонед? بله. марҳамат. نیش کژدم نه از پیکین است. مقتضای طبیعتش این است. субҳи ҷавонии моро ҳам хондед? پارچه. порча хондед? پارچه кадом? خوندم. кадом фаслашро медонед? مادر اوگای رو خوندم. حکایه مادر اوگای. хуб, кани як каме нақл кунед? مادر من که مرده بود مادر اوگای ما رو بعد میدید اما ما رو خیلی زیاد دوست میداشت چون که من کارهای او رو میکردم. روز برادرم از تاشکند آمد. من برادرم عزیز خان است. وی به تاشکند رفته بود و در مکتب عالی تحصیل کرده بود.
مادر اوگای وی رو بعد دیدمان پس با وی روز جایگاه انداخته نخواسته کورپای بالشت کنه رو به ایوان پرتافته گفت که همین رو گیرد و خوابد. تشکر. اکنون با شعرخوان میگذاریم. کنی از امین جان شکوهی شعر خوانید در وصف صلح. در شعر صلح از امین جان شکوهی. صلح بهار است بهار آورد، رونق و شادی و برار آورد. صلح چراغی رهی آینده است، صلح ز اقبال نماینده است. صلح شکرخندی لبی کودکان، صلح هماهنگ دلی مادران. از نریمان بقازاده در موضوع تیرما. تیرما؟ من در موضوع تیرما تعطیل تیلا گذاشت. 3 ماهی سرما گذشت، سیر و تماشا گذشت، دوره اعلا گذشت، تعطیل تیلا گذشت. دوره خوشتر از آن آمده است این زمان، دوره کسبی کمال در راه علمی زمان. جنگرسی زنگ دست میشنوم این نفس، اوه دیلم میکند درس یکوب را هوس. مکتب جان السلام، همسبقان السلام، محترم استادها از بچگان السلام. آفرین. از کدام داستان ها را حفظ کردگی؟ من داستان سیاه هندی استاد میرزا ترسونزاده را حفظ کردم. باز داستان چشمش آقا فیدی باقی رحیمزاده و داستان دوستک غفار میرزا. خب اکنون ما میدانیم که شما این از خود کردگی هستید. کنی از عبدالستار رحمان برام شعر از عبدالستار رحمان نینی خوابانی باشه. کاسه چینی در بری نینی، کاسه پراب است نینی چه خواب است. کاسه رو سردار آهسته بردار، آبش نریزد نینی نخیزد. نینی خوابانی کاری آسان نه. دختر جان درباره مقدسات ملی، درباره نشان پرچم شما شعر میدونید؟ درباره نشان روی نشان مدور پخته چو رمز دولت، از گندم است آره رشد و بقای ملت. کوه است در میانه رمز کوه ساران، هر قله اش گواه است از راه بخت و ارمان. از پشت قله با مهر خورشید سرکشیده، این ملک را چو مادر نورش به بر کشیده. معنی است در کتابش علمی زمان به 100 رنگ، ما را هدایت زوست در شاهراه فرهنگ. تشکر. کالابه این درباره گربه می رود. نام گربه است برای آنکه وقتی که وی غل میزند میگوید که کالابه سیاهک غل میزند و پیشانیش سفید بود. قهرمان های این حکایه منصور و قدیر می باشند. منصور و قدیر. چیکار میکنند؟ آنها به مکمک بازی مشغول میشوند و کالابه رو فراموش میکنند. کالابه باشد به شاخ درختی چنار میبراید. بالتا ارتیق خوندی یکون چیز؟ بله من از بالتا ارتیق، علف گزنده، سوختار و کانفت رو خوندم. پولونش رو نخوندی؟ پولون نمیدونم پولونش. همین برای چی علف گزنده بوده است؟ یک علفی هولبوی مانند وی رو علف گزنده میگویند چون که خارهای تیز تیز داشته است. همین چی حادثه روی میدین؟ این حادثه در دهه در کجا روی میدین؟ در دهه حسابات ساحلی کیا بازی میکنند اونجا؟ در آنجا حسن و حسین نام 2 برادر زندگی میکنند. آبازی میکنند. آبازی میکنند بعد چی؟ بعد چی حادثه روی میدین؟ آنها بازی کردن میشوند پای یک میل لغزد و هر دو به بالای همان علف هولبوی مانند یعنی علف گزنده میافتند و در سر بازگشت باز به نزد خالای سعادت میدارند. علف گزنده است. بعد و چیکار میکنن؟ دکتر میروند چیکار میکنن؟ دکتر میروند. چی برای چی دکتر میروند؟ برای آنکه بند دست حسین سوزش میکرد و تخت پشت حسن هم سوزش میکرد. از شرفه افتیدن آنها یک ماری چپر ترسیده گریخت. برای همین حسن از زود از جای خست و گفت که تخت پشتم سوزش میکند بیاین که یکان چیز برای چی گمان کردن؟ آنها گمان کردن که مار آنها رو گزیده است. بله و برای همین با دکتر مراجعت کردن. همینطور نمیه؟ افسانه دوست داشته من این من که آب میبیارم شما چی میخورید است؟ و
анҷомаш чӣ гуна аст ҳамин афсонаро? انجامش این است که همون تنبلی که گام میزند میگوید که اگر من آب بیارم شما دست رو شسته چی میخورید؟ барои чӣ дигар афсона не маҳз ҳамин афсона шумо писанд омад маъқул шуд? برای آنکه این افسانه هم درباره تنبلان میرود هم به من خیلی پسند است. یخچال ضرب‌المثل و مقال‌ها آورده. ضرب المثل و مقال ها ناآمدی کار اطلاع دندان رو میشکند. خب دیدی که نشد ممکن رود تا گوساله ها گاو شوند جگرها خون شوند جان نادان در عذاب نفسی بد بلای جان. خب کفایه. در اینجا در چیستان‌های خیلی زیاد آوردید و چیستان گوید که جوابش چراغ راهنما باشد. سه چشمی رنگه دارد در کوچه خنده دارد. خب خروسش چی؟ جوابش خروس باشد. تاج شاهی دارد اما شاه نیست. ساعت دیواری است آگاه نیست. میزند فریاد هنگام سحر صبح در دیوار است بگاه نیست. خب بله. خب در قسمت تزگویک ها از استاد عزیز نیز یک تزگویک آورده نه؟ بله. کنی؟ شش شرشره در دره شش شرشره شش شرشره در دره شش شرشره شش شرشره در دره شش شرشره. شما کی؟ پس از امتحان ها پدر و پسر میگوید پسرم امسال اگر از امتحان نگذاری مرا پدر نگو. بعد امتحان ها پدر و پسر میگوید خوش امتحان ها چی شدن؟ پسر به جایی که جواب پدرش را دهد میگوید میبخشید شما کی؟ معصومه را خوانده ها؟ بله من اثر کی معصومه است؟ اتمیر خوجه را خوندم. اتمیر خوجه که همین معصومه چه خیلی موفق میشود؟ معصومه البته که نابینا بود و وی کجا بینا تحصیل نمیشود. میکرد؟ در مکتب اینترنت تحصیل میکرد. چگونه موفق میشود؟ وی سرود میسروید و پدرش آخر میآید. پدرش در تالار اشتراک میکنه؟ بله. پسرک و بزغاله رو خونده میخونه؟ بله از بهرام فیروز. از بهرام فیروز. در همینجا وقتی که همین پسرک نقل میکند در آغاز اثر برای این پسرک دو عید است. همین کدام عید هم است؟ ایدی نوروز هم این ایدی در همون ایدی نوروز همان بوزش دو بزغاله دو زایده بود. بزغاله میکند. برای پسرک دو عید بوده میخونه؟ بله. این بزیچه ها رو چی نام میمونه؟ یک تویش رو سیوهک و یک تویش رو الویک. یک تویش. بعد تقدیر الویک چی شد؟ الویک رو با مادرش میفروشد پدرش از دیدار سوال جواب نمی کند و وی رو به خواهش دیدار میفروشد. پدرش وی رو میفروشد. سیاهک باشد. بعد دیدار با سیاهک اونس میگیرد؟ بله. خوب. همین برای چی سیاهک نام داشت؟ یگان جایش مگر سفید؟ وی خیلی سیاه بود و تنها پیشانیش سفید بود تمام. پیشانیش باز کجاش؟ دو نشانه از سفیدی داشت نه؟ خیلی ناقص. انا وقتی از مکتب برگشت خبری فروخته شدن سیاهک رو کی به میدهد در راه؟ همسایه‌اش. کی؟ نامش نامده است؟ نامش نامده است؟ نه نامش نامده با است. پیرمردی که سلام کرد کی بود؟ با پیرمردی همسایه‌شان سلام میکند و پیرمرد همین پیرمرد چی نام داشت؟ نامش نامده است؟ نامده است. نه. خب آسیا تشکر.